بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أما بعد، فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد، الله ذوالجلال را شاکریم که بار دیگر جمعه دیگر آمد، بار دیگر فرصت ادای نماز جمعه فراهم شد و در این مکان گرد آمدیم تا ذکر و یاد الله را بکنیم و برای او سر به سجده بگذاریم و از او رحمتش را طلب کنیم. الله ذوالجلال خالق کائنات نعمتهای زیادی بر من و شما ارزانی داشته است. هر نفسی که به قول سعدی رحمه الله فرو میبریم یک شکر میخواهد که این نفس سبب حیات و سبب زنده ماندن انسان می شود و نفسی را که باز از دهان و از جسم خود خارج می کنیم، آن شکری دیگر می خواهد که آن سبب سلامتی انسان می شود. آدمی موجودی ضعیف هست، برای بقایش هر لحظه و هر ثانیه محتاج عنایت رب العالمین هست. انسانیت اگر حیاتی دارد، اگر وجودی دارد، هر ثانیه این حیات را و هر ثانیه این تاریخ دراز خود را مرهون و محتاج عنایت رب العالمین بوده است. در این عالم و این کائنات، این نظم دقیق، این ترتیب عجیب عالم را الله ذوالجلال با حکمت و تدبیرش مهندسی کرده و این را ترتیب داده است و برای نگهداریش و برای حفظ آن الله ذوالجلال و سرور و رب العالمین
برای حفظ این نظم و نظام برنامه ریزی کرده است. اگر این حفظ رب العالمین و این عنایت الله ذوالجلال نباشد، در اندک لحظه ای و در اندک زمانی همه این نظم و نظام به هم میخورد و از این عالم و خاکستری بیش باقی نمیماند. و باز به این فقط نعمت ظاهر و جسم بسنده نکرده و به ما نعمت بزرگی عنایت کرده است که سبب حیات و سبب زنده شدن روح که دین است عطا کرده است. دین روح انسان را و دل انسان را زنده می کند. همچنان که ما برای جسم خود و برای زنده نگه داشتن وجود خود محتاج غذا هستیم، روح ما نیز نیاز به غذایی دارد که او را زنده نگه دارد. غذای روحانی من و شما را دین تأمین می کند. انسان بدون این روح و بدون روحانیت فرقی با سایر حیوانات ندارد. فرقش با سایر حیوانات، انسانی که دین ندارد، فرقش با ظاهر حیوانات فقط یک فرق ظاهری هست. اما انسانی که در دلش یاد الله هست و شعله‌ای از ایمان در سینه دارد، این انسان فرقی بسیار بزرگ دارد با سایر حیوانات. چرا که این انسان با ملأ اعلی ارتباطی دارد، با رب العالمین ارتباطی دارد و اون نور ایمان و نور اعمال صالح در دل او میتابد. خداوند عز و جل به همه من و شما توفیق شکر عنایت کند. هر لحظه ای که توفیقی میرسد که عبادتی انجام بدهیم، هر جمعه ای که توفیقی میرسد برای ادای نماز جمعه حاضر بشویم، شکری میخواهد. چرا که این شکر سبب میشود که این توفیقات و این نعمتها بیشتر بشود و مورد توجه بیشتر خداوند عز و جل قرار بگیریم. رب العالمین بندگان بسیار خوب و نیکی داشته است. اگر به نگاهی گذرا به تاریخ انسان و تاریخ انسانیت بیندازیم، از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم الانبیاء صلی الله علیه و سلم و تا امروز، انسانهای بسیار خوب و نیکی بر روی این زمین قدم گذاشتند. انسانهایی که گرچه جسمشان در میان این انسانها بود، اما چنان محبوب رب العالمین بودند، اما چنان مورد رحمت خداوند عز و جل بودند که گویا اینها فراتر از دیگر انسانها هستند و نزد خداوند عز و جل مقربتر از فرشتگان و ملائکه بودند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان بزرگترین انسان و به عنوان مقربترین انسان تاریخ بشریت به نزد مسلمانان شناخته شده است. ایشان نزدیکترین موجود بدون شک به نزد رب العالمین هستند و نزد
خداوند عزوجل جایگاه بسیار بزرگ و بلند مرتبه‌ای داشتند. در طول حیات خود تعداد زیادی را از شاگردان پرورش دادند که مسیر تاریخ انسانیت را تغییر دادند و مؤثرترین فرد در تاریخ بشریت هستند. بدون شک مسیر تاریخ انسانیت قبل از ان حضرت صلی الله علیه و سلم به سمت دیگری می رفت. قبل از بعثت ایشان ظلم عمومی و ظلم نسبت به طبقات خواص جامعه بسیار زیاد بود. ظلم نسبت به بردگان، ظلم نسبت به زنان، ظلم نسبت به بسیاری از ملت ها. اما ناگهان آن نوری که از سرزمین حجاز طلوع کرد عالم را تغییر داد. این همه برکت و زحمات ایشان در طول 23 سال بود و ایشان فرزندانی تربیت کردند و اهل بیتی تربیت کردند که به انسانها راه و روش زندگی را تعلیم دادند. انسانهایی که برای عالم اسلام و برای مسلمین چیزی جز خیر نداشتند و مسلمانان در طول تمام این قرون و عصور محبت خاصی با اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم داشتند. یکی از این فرزندان آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت حسین رضی الله عنه بودند. حسین فرزند فاطمه زهرا رضی الله عنها شعبان سال 4 هجری به دنیا آمدند. فرزند دوم حضرت علی کرم الله وجهه بودند. ان حضرت صلی الله علیه و سلم محبت بسیار زیادی با حسن و حسین داشتند. مشهور است میگویند که چهره حسن رضی الله عنه خیلی شبیه چهره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود و بدن حضرت حسین چهرهش مقداری تفاوت داشت، اما بدن حسین منظور دست و پایش شباهت بیشتری با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داشت. آن حضرت خیلی این فرزندان را دوست داشتند و خیلی با اینها محبت داشتند و محبتی که حضرت با ایشان داشتند کمتر از محبتشان با حضرت فاطمه و یا حضرت علی کرم الله وجهه نبود. در مورد حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما ان حضرت فرمودند من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی. هر کسی که حسن و حسین را دوست داشته باشد او من را دوست داشته و هر کسی که از حسن و حسین کدورتی به دل داشته باشد و آنها را دوست نداشته باشد او من را دوست ندارد. من حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حدیثی که شما هر جمعه در خطبه ها این حدیث را میشنوید. حسن و حسین رضی الله عنه دو سرور جوانان اهل جنتند، دو سرور و سالار جوانان اهل سنتند، اهل جنتند. ببخشید. حضرت حسین رضی الله عنه همیشه در کنار
والد گرامیشان حضرت علی کرم الله وجهه بودند و در هر موطن و در هر جنگی در کنار ایشان بودند. شجاعت علی و بلاغت علی و فصاحت علی کرم الله وجهه را به ارث بردند. حضرت علی رضی الله عنه یک انسان بسیار شجاع و پهلوان بودند، هم از لحاظ شجاعت و هم از لحاظ قدرت جسمی خیلی انسان قوی بودند و خیلی انسان به قول معروف قدرتمندی در جنگ ها حاضر می شدند. و بالاتر از همه اینها او قدرت معنویت و روحانیت ایشان بود. و حضرت حسین رضی الله عنه نیز مانند پدر گرامیشان این خصوصیت ها را داشتند. بعد از وفات حضرت حسن رضی الله عنه بزرگ خاندان حضرت علی رضی الله عنه حضرت حسین هستند. اتفاقی در این زمان افتاد. اون اتفاق این بود که بعد از معاویه رضی الله عنه یزید آمد و جای او را گرفت. در حال این کار با اعتراضات زیادی از جانب صحابه مواجه شد. اعتراض کردند بسیاری از صحابه بر این کار. در این زمان اهل کوفه نامه های نوشتن برای حضرت حسین که شما تشریف بیاورید کوفه، ما اهل کوفه شما را نصرت میکنیم و کمک میکنیم تا اینی که شما بتوانید حکومت را بگیرید و حق مال شماست و یزید این لیاقت را و شایستگی را ندارد که بر عالم اسلامی حکومت کند. انسانهای بسیار بهتری از او هستند، او این لیاقت را ندارد که او بیاید و حکومت بکند. در این زمان محبوب ترین شخصیت در عالم اسلام حضرت حسین هستند، به خاطر اون نسبتی که دارد با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. محبوب ترین شخصیت در عالم اسلام هستند. در حال اهل کوفه سابقه خوبی نداشتند، حضرت حسین هم خوب میدانستند این مطلب را، لہذا پسر عموی خود را به نام مسلم ابن عقیل فرستادند برای تحقیق. مسلم ابن عقیل رضی الله عنه تشریف بردند به کوفه. در این زمان والی کوفه نعمان ابن بشیر هستند. ایشان شخصی بسیار نرم دل و نرم طبیعت بودند و از صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بودند. تحرکات مسلم را متوجه بودند اما زیاد توجهی نکردند خودشان و گفتند که تا وقتی که با من کسی کاری نداشته باشد من با کسی کاری ندارم. هواداران یزید اطلاع شدند و به هر حال نامنگاری کردند برای یزید که این نعمان را بردار که اگر این شخص بماند حکومت تو در خطر می افتد. و یزید فوراً اقدام کرد و نعمان ابن بشیر را عزل کرد و به جایش عبیدالله را والی کوفه قرار داد، عبیدالله ابن زیاد را. مسلم شروع کرد به جمعآوری بیعت و همه جمع شدند و تعداد زیادی از اهل کوفه و بیعت کردند. او هم نامه‌ای نوشت برای حضرت حسین رضی الله عنه که اینجا زمینه آماده است برای تشریف آوری شما. و اهل کوفه خودشان هم نامه زیادی نوشتند. این موسم حج است، زمان حج است، زمانی است که مسلمانان از جاهای مختلف به مکه مکرمه و سرزمین حجاز می روند. حضرت حسین رضی الله عنه هم برای ادای حج به مکه تشریف برده بودند. به هر حال سیل نامه ها سرازیر بود و
حضرت حسین رضی الله عنه تصمیم گرفت که به سمت در حال کوفه حرکت کند. صحابه اطلاع شدن، اطرافیان همه هر یکی به نوبت می آمدن پیش حضرت حسین. از این اشخاصی که برای منصرف کردن حضرت حسین رضی الله عنه تشریف آوردن، یکی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هست، پسر عموی حضرت علی. زیاد تلاش کرده که ایشان را منصرف کنند از این سفر. گفتند که شما اهل کوفه را می شناسید. برحال اینها مشهور بودند که زیاد ثبوتی ندارند و زود از عهدها و پیمانها عقب نشینی می کنند. شما می دانید با پدر شما اینها چه کار کردند، با برادر گرامی شما اینها چقدر عهد شکنی کردند و سفر به آنجا برای شما نتیجه در بر نخواهد داشت. حضرت حسین رضی الله عنه وقتی اصرار کرده گفتند خب شما اگر خارج می شوید بهترین راه این است که به سمت یمن بروید. در یمن منطقه کوهستانی هست و به هر حال اونجا قلعه هایی هست و شما می توانید در آنجا در امان باشید، طرفداران زیادی آنجا دارید، اونجا می توانید در امان باشید و نمایندگان خود را به جاهای مختلف بفرستید و از آنجا اگر شما فعالیت بکنید شما موفق می شوید. باز دیدن که حضرت حسین رضی الله عنه این مشوره را هم نمی پذیرن. گفتن خب شما اگر می روید حداقل خانواده را به همراه نبرید، چون من می ترسم شما هم مانند حضرت عثمان رضی الله عنه به همان مشکل گرفتار شوید که شما را جلوی زن و بچه شما شهید بکنند. حضرت حسین رضی الله عنه گفتم من استخاره میگیرم. تعداد زیادی از صحابه آمدن اینجا، سخنانی رد و بدل شد. یکی از کسانی که تشریف آوردن برای متقاعد کردن حضرت حسین رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن عمر بودن. حضرت عبدالله ابن عمر آمدن پیش حضرت حسین رضی الله عنه گفتن که ان حضرت صلی الله علیه و سلم را جبرائیل آمد از جانب خداوند عز و جل و اختیار داد که شما دنیا را یا انتخاب کن یا آخرت را. ان حضرت آخرت را انتخاب کردن و شما هم وجود شما هم برگرفته از وجود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست و شما گویا جزئی از آن حضرت هستید و لہذا شما اگر قیام کنید شما از لحاظ دنیوی به جایی نمی رسید و نتیجه تلاش شما در آخرت به شما می رسد. شما از لحاظ دنیوی نمی توانید موفق بشوید. حضرت حسین رضی الله عنه به یکی از خویشاوندانش که عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب هست پسر عمویش، وقتی که اون زیاد اصرار کرد که شما خارج نشوید، گفتم من ان حضرت صلی الله علیه و سلم را به خواب دیدم که به من دستور رفتن را دادن و من به هیچ قیمتی نمی نشینم و می روم. و به هر حال ایشان در روز عید حرکت کردن. اما نماینده ایشان که در کوفه بود مسلم ابن عقیل، تعداد زیادی دور و برش جمع شده بودند، اما همین که عبدالله ابن زیاد آمد شروع کردن اهل کوفه به رها کردن مسلم از ترس. عبیدالله ابن زیاد فرزند زیاد است. زیاد هم خیلی انسان سختگیری بود و خیلی بدتندی و خشونت حکومت میکرد و بعد عبیدالله از او بدتر بود. همه میترسیدند از او. همین که این آمد یهو این اهل کوفه عوض شدن، شروع کردن یکی به یکی به رها کردن مسلم. میگویند مسلم در حال وقتی دید تحرکات عبیدالله را اعلان کرد به اهل کوفه که جمع بشوید برای حمله کردن به سمت اون مقر حکومت عبیدالله و اینی که کوفه را بگیرن.
جمع شدن، تعداد زیادی، یا 30,000 نفر بودن یا 40,000 نفر. اینا رفتند و اون مقر والی را محاصره کردند. سران اهل کوفه و سرداران قبایل کوفه اونجا بودند. اینا هر یکی از اون به هر حال پنجره ها سارا بیرون میکردن، صدا میکردن که کسانی که از قبیله او هستند اونها برگردند و پیغام این طرف فرستادند برای اینی که کسانی که از خانواده هایشان با مسلم ابن عقیل نماینده حضرت حسین است برگردند. میگن هر یکی می آمد به هر حال اون کسی را که از خانوادهش اونجا بود ور بیداشت می برد، حتی که زنان می آمدند، زنی می آمد برادرش را یا فرزندش را می برد، می گفت اینجا کسان دیگه ای هستن، لازم نیست تو اینجا باش. تا اینی که تا موقع عصر که رسیدن 500 نفر ماندن. نماز عصر به بعد دیگه کمتر همینطور کم شدن تا اینی که شب شد مسلم تنها ماند. این لشکر بزرگ در طی یک روز فقط با یک چند تا حرف زدن همش متلاشی شد و تنها ماند مسلم. طوری که میگوین حیران بود که کجا بره، چون اهل اون شهر بود و جایی را نداشت که بره. زمانی که مسلم را دستگیر میکنند میگوین گریه کرد. شخصی پرسید که کاری که تو میکنی کسی گریه نمیکند که بر علیه یک حکومت شما قیام کردی؟ گفت من به حال خود گریه نمیکنم، گریه میکنم که امروز حضرت حسین حرکت میکنند از سمت مکه مکرمه و اگر شما میتوانید به ایشان اطلاع بدهید که نیایند حتما اطلاع بدهید. میگویند اون شخص هم قاصدی فرستاد، اما به هر حال در خبرش شک کردند که این خبر صحت دارد یا ندارد. زمان قدیم این اخبار زیاد به این سرعت منتقل نمیشد. به هر حال مردم با شتر و اسب و اینجور چیزا سفر میکردند، خبر شایعات هم زیاد پخش میشد. ولهذا حضرت حسین عازم سرزمین عراق شدند. زمانی که نزدیک شدن به سرزمین عراق و به هر حال منطقه‌ای که امروز به نام کربلا مشهور است به این حدود رسیدن، خبر به کوفه رسیده بود و عبیدالله ابن زیاد لشکری را فرستاد از همین کوفی ها، از همین اهل کوفه فرستاد برای جلوگیری و برای شهادت حضرت حسین رضی الله عنه. اینها آمدن اینجا، یک سری مذاکراتی انجام گرفت. حضرت حسین رضی الله عنه درخواست کردند که شما اگر من را نمیگذارید که من به کوفه بروم، خب بگذارید من برگردم به همان جایی که از آن منطقه آمدم، به حجاز برگردم. لیکن اینها اجازه ندادند. میگویند اینجا یکی از همون لشکر اهل کوفه گفت اگر یکی از کفار ترک یا کفار دیلم از شما چنین درخواست میکرد شما موافقت میکردید، چطور است که برای فرزند حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شما اینقدر سختگیر شدید؟ و گفتم فقط تنها راهی که ما شما را بگذاریم این است که شما خود را تسلیم عبیدالله بکنید. گفتم من هرگز چنین کاری نمی کنم. و به هر حال لشکریان دیگری هم آمدند و عرصه را بر حضرت حسین رضی الله عنه تنگ کردند. اینجا میگن روزی که ترساندی که از فرماندهان لشکر عبیدالله ابن زیاد، درود شریفی ختم بکنیم. یکی از لشکریان عبیدالله ابن زیاد ترساند حضرت علی را که اگر شما قبول نمی کنید، حضرت حسین را ترساند اگر شما قبول نکنید شما را می کشند. ایشان برآشفتند از این سخن، گفت مرا از مرگ می ترسانی؟ و یک شعری را خواندند، شعری را که یکی از انصاری ها سرودی بود. ایشان برای جهاد خارج شد و قصد خروج داشتن، همراه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برادرش من کرد. بیتی را گفتن، حضرت حسین همون بیت را خواندن: سأمضي وبالموت
عار على الفتى سأمزي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. من میروم و مرگ آر نیست بر جوان، زمانی که نیتش نیت حق باشد و جهادش در حالی باشد که این شخص مسلمان، در حالی که مسلمان هست جهاد می کند. و به هر حال گفتن که اگر شما قبول نمی کنید با شما ما می جنگیم. گفتن حضرت حسین فرمودند این شب را ما را مهلت دهید. و به برادرش عباس رضی الله عنه فرمودند که قصد من این است که در این شب مشغول نماز و استغفار بشیم و مشغول تلاوت قرآن بشویم. و در حال این یقین را کرده بودند که به هر حال شهادت نصیب می شود. و روز بعد به هر حال اون درگیری پیش آمد و اون جنایت را اینها مرتکب شدند، این اهل کوفه و لشکریان عبید الله بن زیاد و یزید، و ایشان را در روز جمعه 10 محرم روز عاشورا به شهادت رساندند. میگویند زمانی که حمله کردند حضرت حسین رضی الله عنه نشسته بودند و شمشیر کنارشان بود. خواب ایشان در این لحظه خواب به خواب رفتند. خواهرشان ایشان را بیدار کردند. گفتند که من در این لحظه حضرت صلی الله علیه و سلم را به خواب دیدم که گفتند شما به ما ملحق می شوید. خواهرشان مقداری نگرانی خود را نشان دادند و از هوش رفتند، بیهوش شدند و گریبان خود را دریدند و از هوش رفتند. بیشان توصیه کردند، گفت ای خواهرم از خدا بترس و صبر کن و چنان عذاب بگیر که الله عزوجلال اجازت فرموده است و بدان که اهل زمین همه میمیرند و اهل آسمان یعنی ملائکه هم باقی نمیمانند و هر چیزی از بین میرود بغیر از الله عزوجلال که مخلوقات را با قدرتش خلق کرده و این مخلوقات را با قهرش موت میدهد. و سپس تعهد گرفتن از خواهرشان که شما این چنین نکن و بی صبری نکن بعد از کشته شدن من. تکبیر! درود شریفی خط بفرمایید. همراه حضرت حسین رضی الله عنه 23 نفر از خاندان حضرت علی کرم الله وجهه نیز به شهادت رسیدند در این واقعه. تعدادی از فرزندان حضرت علی و فرزندان حضرت حسین و فرزندان حضرت حسن در این واقعه به شهادت رسیدند. مجموع این بزرگانی که در این واقعه به شهادت رسیدند از خاندان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و خاندان حضرت علی و برادران حضرت علی، خاندان برادران حضرت علی مجموعاً 23 نفر بودند. الله عزوجلال درجات این بزرگان را بلند بفرماید و به همه من و شما این توفیق را بدهد که بر نقش و قدم آنها گام برداریم. در این خصوص حضرت شیخ الاسلام حفظه الله حتما سخنان ایراد خواهند کرد. در حال هر یکی طبق برداشت خودش محبت خود را با بزرگان اظهار می کند و در حال عقیده من و شما و باور من و شما بر این است که بهترین راه برای محبت با این بزرگان اتباع سیرت و گام نهادن بر مسیر این بزرگان
می باشد. الله عزوجلال به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرمایید. و آخر دعوانا ان الحمد لله.